چند ماه از ازدواجشان نگذشته بود که دختر به دردهای شدید افتاد، دردهایی که هر روز بیشتر میشد. بعد از معاینه پزشک حرفی زد که دلش را خالی کرد. احتمال بچه دار شدن خیلی کم است. وقتی این را به شوهرش گفت، مرد طاقت نیاورد، سکوت کرد، فاصله گرفت و خیلی زود رفت. دختر ماند و یک دل شکسته. مادرش کنارش نشست و فقط یک جمله گفت: دل به آدم ها نسپار، به خدا بسپار و به خدا توکل کن. مدتی گذشت، زندگی آرام جلو رفت تا اینکه مردی به خواستگاریش آمد. دختر از اول همه چیز را گفت، از دردها، از حرف پزشک، از ترس دوباره تنها ماندن. مرد گوش داد و گفت: من با حساب و کتاب نیامدم، با توکل آمدم. ازدواج کردند و روزهای سخت دوباره آمد، اما این بار کسی نرفت. مرد ماند، دعا کرد، صبر کرد. چند سال بعد خبر رسید که دختر باردار است. ترس دوباره برگشت، اما دلش را محکم گرفت. این بار هم گذشت، نه با آسودگی، با ایمان. و وقتی وقتش رسید، خدا چیزی داد که هیچ کس انتظارش را نداشت. 3 نوزاد سالم. دختری که گفته بودند هرگز مادر نمی شود، حالا با 3 جان کوچک در آغوشش لبخند می زد. بعضی معجزه ها وقتی می آیند که آدم امیدش را فقط به خدا گره زده باشد. اگر این حکایت دلت را آرام کرد، لایک کن و بنویس توکلم به خداست.